من همونیم که با اومدنم انقدر به توجه میکنم، انقدر بهت عشق و محبت میدم تا منو باور کنی. بعد که باورم کردی و وابستم شدی، رهات میکنم. اون موقع دیگه هر کاری بات بکنم، اذیتت کنم، خیانت کنم بهت فشار بیارم، بلکه ترکم نمیکنی، تازه فکر میکنی مشکل از خودته و همه چیز تحت کنترل منه. شنیدی؟ لاو بامبر کیه واقعا؟ اون کسی که تو رو بمباران عشقت میکنه، موقعی که توی زندگیت میاد انگار یه فیلم عاشقانه جنجالی پلی شده. توجه پشت توجه، پیام پشت پیام، زنگ پشت زنگ، تعریف پشت تعریف، 7 روز هفته پشت سر هم، جوری که تو باورت میشه انگار بالاخره یکی پیدا شد که منو دوست داشته باشه. بالاخره عشق واقعی نصیب منم شد. اون موقع که باورش کردی بازی شروع میشه. تا الان نقشه‌شو چیده، پلناشو اجرایی کرده، سرمایه گذاریشو کرده. از اونجا به بعد که بازی افتاد دست اون، فرق کاملا برمیگرده و این توی طولانی مدت روان تو به چخ میده. اولش همه چیز فوق‌العاده به نظر میاد، انگار یکی پیدا شده که چیزی که توی 10 سال طول میکشه منو تو تجربهش کنیم و توی 10 روز به ما بده. و این یعنی چی؟ این استراتژیشه. عشق واقعی این وسط نیست. استراتژی برای وابسته کردن تو و در نهایت کنترل کردن. مرحله های لاو بامبینگ توی دنیای واقعی که چی میشه، چه جوری، بریم سراغ. توی دنیای واقعی و سوشال مدیا و شبکه اجتماعی لاو بامبرها کجا خودشون رو نشون میدن؟ توی لایک و ریپلای استوری، آن فالو کردن، پیام دادن های سریع، خیلی خوب خودشون رو نشون میدن. ورود انفجاری، موقعی که میان توجه پشت توجه، انگار حرفایی که بهت میزنن از یه رمان عاشقانه دراماتیک اومده. تو بهترینی، تو خواسترینی، تا حالا هیچ کس پیدا نشده که این حسی که تو به من میدیو بده و اینجور حرفا. و با این ورود انفجاریشون و به این انتقال هیجان زیاد و احساس کاذبی که به تو میدن، توی این تایم وابستگی سازی میکنن تو. در واقع اون چیزی که تو حس میکنی عشق نیست، اون دستکاری روانیه که اون تونسته دستکاریت کنه. همین ورود انفجاری و سرعتی که اینا دارن توی این داستان یه رد فلگ خیلی بزرگه که اصلا نباید نادیدش بگیری. اولش با شور و هیجان خیلی زیاد شروع میکنن. صبح اولین کاری که میکنن بهت صبح بخیر میگن، قربون صدقت میرن، مقدار خیلی زیادی هیجان و احساسات بهت انتقال میدن، تعریف‌های سنگین و عجیب غریب میکنن، تو فرشته، من بی تو نمیتونم. بعد وارد مرحله ترن ذهنی میشن، شروع میکنن آروم آروم کنترلت کنن. کنترل شروع میشه دیگه. بعضی دوستا ابدار میشن، خوششون نمیاد با فلانی بری، خوششون نمیاد وقتی به جز وقتی که برای اونا میذاری داشته باشی، یعنی تموم وقتی که تو داری رو از آن خودشون میکنن و یه جوری کنترلت میکنن و تو خبر نداری نسبت به هر چیزی و هر کسی حسادت غیر منطقی پیدا میکنن. دومین نشونه ایجاد وابستگی به جای ساختن رابطه سالم. اونا میخوان همیشه در دسترسشون باشی. اونا میخوان همیشه همه چیز تو بهشون بدی. از انرژیت گرفته، توجهت گرفته، زمانت گرفته، بدنت گرفته، حضورت گرفته، همه چی تو. میخوان همه چی تو تحت کنترل داشته باشن. میخوان همه چیز تو در اختیارشون باشه. این پروسه وابستگی سازی احساسیشونه برای تو. ممکنه برای خیلی اون پیش اومده باشه که تازه 2-3 روز با یکی آشنا شدیم، ندیده، نشناخته، اصلا شناخت زیادی از من نداره، از ما نداره و شروع میکنه کارهای عجیب غریب کردن، حرفای عاشقانه سنگین زدن، قربون صدقه‌های عجیب غریب، توجه اغراق‌آمیز، نمیدونم پلن آیندهشو با تو میچینه، قول ازدواج بهت میده، میگه فلان تایم مثلا قرار بذاریم بریم مامانمو ببینی، با مامانم آشنا بشی و یه کارهای عجیب غریبی میکنه و یه جوری که تو حس میکنی واو چه آدم خاصی هستم من. حس میکنی توی رویایی، حس میکنی بالاخره اون آدمی که بالاخره اون عشقی که همیشه منتظرش بودی تجربهش کنی بالاخره پیدا شد. نه عزیزم، نه تو خواستی نه اون عاشقه. چون کسی که توی تایم کوتاه، توی تایم کم، بدون داشتن هیچ شناختی به تو این حجم از توجه داره اصلا قابل اعتماد نیست، اصلا مورد اعتماد نیست.
کسی که اینجوری انقدر زود میاد همون جوری هم زود غیبش میزنه و میره. دقیقاً همون کسیه که بدون هیچ حرفی، بدون هیچ نشونی یهو ولت میکنه و میره. میمونی که چی شد این که عاشق من بود، این که قبل من دوست داشت. صبح اولین کاری که میکرد قبل اینکه بره جیش بزنه و بیاد به من صبح بخیر میگفت. شب تو قربون صدقم نمیرفت، شب بخیر نمیگفت، خوابش نمیبرد. نمیدونم چه پلنایی برای تو میچینه، چه دیدگاه طولانی مدتی از آینده بهت میده که اون همیشه با توه، همیشه پیش توه. تو یه آدم خیلی خاصی هستی که آسمون هم باز کرده، تو افتادی پایین و حالا میخواد بپرستتت. یکم با منطقمون، با عقلمون فکر کنیم، استفاده کنیم ازش که کسی که اینجوری میاد طبیعیه، اصلا هیچ چیز معجزه‌ای رخ نداده. اون صرفاً یه الگوریتمی رو اجرایی میکنه که تو رو وابسته کنه. اون یه الگوریتم وابسته زاست. شاید از دور لاوی داوی به نظر بیاد و عاشقانه به نظر بیاد، ولی نهایتاً بامب. فقط باید حواسمون باشه یه موقع تو صورت خودمون نترکه. با آگاهی راجع به این چیزا از خیلی چیزا میتونیم پیشگیری کنیم. خیلی از آدما رو میتونیم شناسایی کنیم. آدم لاو بامبر خودش رو جزء روتین تو میکنه. توی هر بخشی از زندگیت یه نشونه ای از خودش میذاره. یه جوری رفتار میکنه که تو باورت نمیشه این آدم داره منو میپرسته. شاید ممکنه برای شما هم سوال شده باشه که چی کار کنیم که اول رابطه یهو دلمون رو نوازیم به طرف. بیشتر وقتا توی رابطه هایی که طرفت لاو بامبره و دستکاری روانیت میکنه تو یهو اول رابطه دلتو میبازی بهش که عاشق پیشه از خیلی به توجه میکنه. اینجور مردا همون قضیه که زود میان زودم میره. ولی تو باید آگاه باشی، کنترل احساساتتو، روانتو، هیجاناتتو به دست بگیری. آگاه باشی که صرفاً توی 2-3 روز اول، توی یه هفته این آدم بدون هیچ شناختی از من طبیعی نیست که انقدر بخواد به من توجه کنه. و با آگاهی و کنترل روی احساساتت به خودت فرصت بدی، زمان بدی، بدون اینکه درگیر احساسات بشی، بشناسی طرفو. فقط بشناسیش. خسته شدم دیگه، موهامو دادم اینور. ولی واقعا چتری کاری با من کرد که بفهمم چقدر این شلختگی و من دوستش دارم. خب نشونه سوم، کنترل تدریجی. بعد از اینکه تو رو تونست وابسته کنه، آروم آروم شروع میکنه تو رو کنترل کردن. یه تصویری رو از خودت توی ذهنت تعریف میکنه و جا میندازه که اون تصویر شامل اینه که تو بدون اون هیچی نیستی. بی ارزش ترین آدم جهان، بدون اون تویی. الان هر موقعی که خواستی خودتو بدون اون تصور کنی، اصلا نکنی. و اینجوری تو رو کنترل میکنه. بعد اینکه تونست آروم آروم کنترلت کنه، آروم آروم با اون کسایی که تو دوست داری مشکل پیدا میکنه، حسودی میکنه بهشون. توی این داستان اصل تعادل مهمترین فیلتره که ما میتونیم شناساییش کنیم که فرق این آدم سمی رو با بقیه آدمای سالم توی رابطه بفهمیم. حالا بیاید فرقش رو بفهمیم. آدم سالم موقعی که با تو توی رابطه باشه، اینجوریه که اصلا زندگی خودش رو داره. توی زندگی تو هم دخالتی نمیکنه، اختلالی ایجاد نمیکنه، ولی زندگی خودش هم نمیذاره کنار. دوست خودشو، کار خودشو، خانواده خودشو، تفریح خودشو داره و به تو هم اجازه داشتن همه اینا رو آزادانه میده. آدم سالم تو چند ساعت دیر جوابشو بدی نمیریزه به هم، آشفته نمیشه. وای چیکار کنم؟ حسه این که کنترل داره از دستش خارج میشه بهش دست نمیده، چون این چیزا واسه اون یه چیز طبیعیه. واسه یه آدم لاو بامبری که میخواد تو رو دستکاری روانی کنه که کنترل داشته باشه رو، یه چیز غیر طبیعیه و ترسناکه. اما آدم لاو بامبر چجوریه؟ آدمی که میخواد تو رو بمباران احساسی کنه، اگه مضطرب بشه، عصبی باشه، که اکثر وقتا توی این حسا داره زندگی میکنه که تبدیل شده تکنیک زندگیش و روابطش به اینجوریه که تو یکم دیر جواب بدی، کجا بودی؟ چی کار میکردی؟ با کی؟ چرا دیر جواب دادی؟ و اصلا نمیتونه تحمل کنه که تو زندگی تو بدون اون پیش ببری. جوری رفتار میکنه باهات که اگه یکم به خودت برسی، سریعا احساس گناه بیاد سراغت. تو اصلا حق نداری توی بخشی از زندگی، پیش خانواده‌ات، پیش دوستات، موقعی که میخوای بری تفریح، هر کاری داری حالت خوب باشه بدون اون. هر حال خوبی هست اونم شریکه. اگه اون نیست تو حالت نباید خوب باشه. اگه بیرونی داری تفریح میکنی، دائم باید چک بشی، جواب پس بدی، حساب کتاب داشته باشه باهات و کنترلت میکنه. در واقع عشقی که تو توش نفس کم بیاری، دائم در حال توضیح دادن خودت، نفس زدن خودت باشی که نه به خدا نه، میدونی اینجوری باشی، واقعا به همچین اوضاعی میندازت. تا اون آدم واقعا این کارو با تو میکنه. این اسمش عشق نیست، صرفاً یه دستکاری روانی با یه اسم خوشگل.
رد فلگ کلاسیک، عجله غیر طبیعی. اگه می‌بینی همون 2 روز اول بدون اینکه تو رو بشناسه، ندیده نشناخته، هی دوست دارم میکنه، هی ابراز علاقه بهت میکنه، حرفای عاشقانه بهت میزنه و حرف از آینده، خانواده، ازدواج، همیشگی بودن، با هم بودن، پایدار بودن اینا میزنه و زود میخواد یه جوری جلوه بده که قراره در کمترین تایم ممکن توی زندگی تو تبدیل بشه به یه آدم مهم که همیشه هست، از این آدم انتظار تعهد همیشگی نداشته باش. همینقدر که زود میاد زود هم میره. عشق واقعی زمان میخواد، صبر میخواد، فرصت کافی و تایم کافی برای شناخت میخواد، آگاهی میخواد. ولی شعار یه لاوامبر اینه که من هر چقدر زودتر بتونم تو رو وابسته کنم، زودتر بتونم دستکاری روانیت کنم، اون موقع کنترل کردن 100% راحت تره. رد فلگ بعدی که خیلی مهمه، یه معیار طلایی حساب میشه، واکنش نشون دادن نسبت به نشنیدن از تو. تو میگی آقا من امروز میخوام تنها باشم، امروز میخوام با دوستان وقت بگذرونم، مثلا امروز حال ندارم، امروز انرژیم پایینه، امروز دوست دارم این کارو انجام بدم، امروز دوست ندارم این کارو انجام بدم. انتخاب من اینه. آدم سالم، فرد سالم توی رابطه میگه عزیزم حقته، هر موقع آماده بودی این کارو میکنی، حقته، میفهممه، درکت میکنم، این اجازه رو بهت میدم. ولی آدم لاوامبر چی میگه؟ اون اصلا نمیتونه تحمل کنه، اون اصلا نشنیدن و از طرف تو نمیتونه تحمل کنه، قهر میکنه، سرد میشه، خودشو میزنه به مظلوم نمایی و دیگه اگه هیچ کدوم از اینا جواب نداد با جمله‌های صمیمی بهت حمله میکنه. من فکر میکردم با بقیه فرق داری ولی اشتباه میکردم. پس من هیچ جایگاهی توی زندگیت ندارم، نه؟ اون ارزشی که تو برای من داری و من برای تو انگاری ندارم. باشه پس مزاحمت نمیشم. چون اینا نشنیدن براشون واقعا احساس خطره، برابره با احساس خطر. چون دیگه اون کنترلی که روی تو دارن و حس میکنن میتونن کنترلت کنن و دیگه نمیتونن و این عدم کنترل تو بهشون احساس خطر میده. پس سعی میکنن به روش‌های مختلف دوباره اون احساس کنترل رو تو پیدا کنن. رد فلگ 4 یویو. اصلا پول گنگ دختر. خب حرف زیاد تا خدا، برو بالا. حرف 100 عمل 0، عمل کم. همیشه میگه من کنارتم بیبی، من حمایتت میکنم، من هر موقع تو بخوای هستم. ولی تا به تایم چالش و سختی میرسه قیبشون میزنه، نیستن دیگه. نمیدونی کجا رفتن، نمیدونی چی شد که قیبشون میزنه. تا موقعی که بهشون نیاز داری دیگه اثری ازشون نیست. تا هر موقعی که خودشون عشقشون بکشه، دوست داشته باشن، حالشون خوب باشه، حال کنن، هستن، کنارتن. سعی و تلاش دارن برای جلب توجه تو، ولی به سختی که میرسه بای. واسه ساعت 12 شب که دارم این ویدیو رو رکورد میکنم انرژی زیادیه، بسه. آدم سالم کم حرف میزنه، سنجیده حرف میزنه، ولی وقتی که نیازه هست، وقتی که باید باشه پیداش میشه. نه اون کسی که صرفاً هر کاری میکنه برای جلب توجه توه، ولی موقعی که تو نیاز داری بهش اونجا باید خودش رو ثابت کنه، اونجا باید حرفای عاشقانه‌ای که قهرمان بازی در میاره رو به تو ثابت کنه، یه موقعی بهش میزنه. این داستان تناقض پرخطرناکه. بذار و برو، میام حرف بزنم میرقصم. وای به خدا، من روزی که اومدم اولین ویدیومو استارتش رو زدم به خودم قول دادم اگه جلوی دوربین مهتاب مسخره بازی در آوردی، دلقک بازی در آوردی که دارم در میارم، چرا؟ به خودم قول دادم که فیلمشو میذارم آبرو شرفش بره. چرا آبرو شرفم بره؟ مگه چی کار میکنم؟ مثلا به کجا آسیب میزنم؟ به کی دارم فحش میدم؟ به کی دارم توهین میکنم؟ دارم مسخره بازی در میارم که حالا خودم خوبه دیگه، شما هم ان شاءالله حالتون خوب بشه دیگه. پس اگه این موقع توی ویدیو براتون سوال میشه که چرا این دقیقه به دقیقه ویدیوهاش مواشی شکلیه، به خاطر اینه که من خیلی تکون میخورم اینجوری، بعد به هم میریزه، بعد دیگه اعصابم خورد میشه، خودم یه مدلی بهش میدم. من دوستان بیماری بیش فعالیم، کمی هم خودشیفتم. بخیال. 5 رد فلگ، بمباران پیامی. یعنی دائم صبح زود، صبح بخیر اجباری،
شب بخیر اجباری، وسط روز اصلا بی دلیل الکی یه پیام احساسی که قند تو دلت آب میشه که میگی وای وسط کاراش به فکر منه، داره بهم فکر میکنه، از توی ذهنش بیرون نمیرم، دائم صبح چشاشو باز میکنه منو جلو چشمش میبینه، شب میخواد بخوابه منو جلو چشاش میبینه، وسط روز ذهنش انقدر درگیر منه که نمیتونه کار کنه. بسته دیگه، دلقک بازی تا همینجا بسته. من همه اینا رو میذارم مهتاب. مردم میان درگیری های من با خودم ببینن. ریلم دیگه دوستان، ریلم. به جز اینکه یه فیلتری رو خودم انداختم واسه اینکه خوشم میاد، بقیه چیزام ریله. پیکمی حواست باشه پیکمی. دوستان بزرگترین هیتر مهتاب خودشه. دوستان یه معذرت خواهی از من داشته باشین چون من خیلی خوابم میاد. ساعت 12 شب، اینم یه سناریوی طولانی گنده است. من تا همینجاشو از من بپذیرید دیگه. ادامهش ان شاءالله توی ویدیو بعدی که توی دیسکریپشن براتون لینکش رو میذارم. فکر کنم بعد این ویدیو دیگه اصلا نگاه جالبی رو نداشته باشید. پیک می. من الان میرم بخوابم. اگه فردا بیدار شدم ادامه این ویدیو رو حال داشتم بگیرم میگیرم براتون. ولی اگه حال نداشتم و تا همینجا موند، این ویدیو رو از من بپذیرید. همین دیگه، من با شما راحتم دیگه، شما هم با من راحت باشید دیگه لطفا. واقعا حس میکنم که یه دوست خیلی صمیمی جلوم نشسته که من دارم مثل کسخلا براش مسخره بازی در میام. خلاصه که پیشا پیش مرسی که هستید. خدافظ.